سلام دوستان، اینم داغون کردن اکسل از جای میله میذاریم. اینایی که اینجا رو بگیر، اینایی که این 20 سانتی هاشون داخلش بسته است، این بالایش اینجا یه فیپاپ قرار میدیم. این میله رو از اون بالا میندازیم میاد، پرسش میکنیم پایینیه میفته. دوستان طرف بالاش هم پرس میکنیم میفته از داخل لوله فیتی، نمیخواد، نیازی نیست بازوی بالایی شدن. دوستان گلم دقت کردیم اینجا یه تخته میذاریم زیرش. این تخته رو گذاشته تا اینو تراز نگرده.